بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. بله بیننده گرامی. سلام علیکم، احمد هستم از اصفهان. احمد آقا از اصفهان، بفرمایید. آقا خدمت شما عرض بکنم که بحث در رابطه با موضوعات خیلی فراوونه، شبهه‌های زیاد مطرح می‌کنید. الحمدلله شما سابقه فکریتون خیلی از این مثلا صحبت‌ها داریم می‌کنیم. آقا میگید شیعه اینجوره، شیعه اینطوره. می‌خواستم بگم عمده ترین امروز چی بود؟ در رابطه با آیت الله خمینی بود، درسته؟ دو کلیپی که خیلی مهم بود که در اول برنامه پخش کردیم که مالک حقیقی آسمان ها و زمین یکی از آخوندها میگفت که علی ابن ابی طالب است. مالک حقیقی آسمان ها و زمین که خداوند متعاله. این آخوند اشتباه میگفت یعنی؟ خب شاید آخوند عقیده خودش رو داشته میگفته. چی رو میگفته؟ عقیده خودش رو داشته میگفته. عجب. گوش بده بحث من اگر قطع نمی‌کنی خیلی دقیق من میخوام وارد یه موضوع ببرم، بعد یه موضوع درت بیارم. آقا احمد آقا جان احمد آقا ببینید بفرمایید. ما یکی نه دو تا نه 3 تا از آخوندها رو کلیپاش امشب پخش کردیم که میگن که مالکیت آسمان ها و زمین به دست اهل بیت است، به دست علی ابن ابی طالب است. آخوند با اسم رسم و معروف میاد توی یک شبکه تلویزیونی این حرفا رو میزنه. شما میگید که این عقیده خودش رو بیان کرده. شما در دین تشیع چه جایگاهی دارید؟ حجت الاسلام هستید؟ آیت الله هستید؟ مرجع تقلید هستید؟ یا نه همینطوری میایید فله‌ای میزنید که بابا ما حرف اینا رو قبول نداریم؟ در دین تشیع هر کسی جایگاه خاص خودش رو داره و هر کسی هم قابل احترامه. بله. متوجه هستی؟ اون که کاتب هست، که اون که مرید و مرشد هست، اون که علامه و اجتهاد هست. ولی همینقدر در دین تشیع رو یاد بگیری که اصل مساوات و برابری و دوستی هست، جدای از قلوب که همه این قلوبا باهاش مختلفن. جایگاه منو میخوای بدونی؟ فوق دیپلم دانشجوی دانشگاه الهیات هست. ماشاءالله. متوجه هستی؟ این جایگاه من. یه فردی هستم، یه فردی هستم که کارم پژوهشیه، کارم کار تحقیقاتیه و کار تحقیقاتی هم میکنم. لازم هم نیست به شما توضیح بدم، ولی همینقدر به عنوان یک شیعه میخوام ازم بپرس تا بهت جواب بدم. درست. اگر جواب قانع کننده‌ای داشتم میدم بهت، اگر جواب قانع کننده‌ای نداشتم که شما رو به خیر و سلام. احترام متقابله. من در خدمت شما هستم. من سوال خاصی ندارم. شما تماس گرفته بودید در مورد این کلیپ ها اظهار نظر کردید، گفتید که این کلیپ ها نظر شخصی ایشون است، در حالی که اکثر علمای شما به این اعتقاد هستند. در همین صدا و سیماتون چیزای پخش میشه که در مورد سیدنا علی که واقعا شرم آوره. ببینید آقا یه انتقادی در رابطه با کلیپاتون داشت و اون این هست که شما فراتر کلیپا رو نزنید. تو شبکه‌های دیگه هستن که کلیپا رو قشنگ رصد میکنن و دقیق بیان میکنن که نفس ماجرا از چه قراره. احمد آقا برادر عزیز همینجا این یک تهمت است که شما دارید به ما میزنید. من از شما میخوام احمد آقا ببینید الان جلوی همه بیننده یکی از کلیپ هایی رو که ما سر و تهش رو زدیم لطفاً بیان بکنید. من از شما نمیخوام که اصل کلیپ رو پخش بکنید، بگید که شما فلان کلیپی که رو پخش کردید ما قبلش این بوده، ما بعدش این بوده، که ما همون قسمتی رو که بنابر قول شما که قطع و برید کردیم پخش کردیم. فقط بفرمایید یک از این کلیپ ها رو بیان کنید. کلیپ حاج آقا ابوالقاسمی در رابطه با موضوعات قرآنی که مطرح کرده بود، در رابطه با بحث عمر و ابوبکر، یک بحث روایی حاج آقا ابوالقاسمی آورده بود در رابطه با جناب عمر و جناب ابوبکر. خب بخشی که
بخشی در این پخش شده بود حاجی آقا ابوالقاسمی صحبت کرده بود. اسم کلیپ کدوم کلیپ اسم کلیپو بگید؟ اسم کلیپو من نمیدونم، من دقیقاً همینقدر یادم هست تو صفحه مونیتور خودم اشاره میارم. این کلیپ رو شما تو وصال حق دیدید؟ این کلیپ شما در وصال حق دیدید؟ بله این کلیپ در وصال حق دیدم که کدوم اسمش چیه؟ صحبت‌های آقای ابوالقاسمی را اسمش چیه؟ کرده بودی؟ اسم کلیپ چیه؟ اسم کلیپ چیه؟ بگید که من الان پخشش بکنم. همین الان پخش بکنم جوابتون بدم. اسم این کلیپ ها نمیدونم ولی دقیقاً آدرسش بهت میدم که بدونی که یکی از احمد جان ببین که اینا در مورد کدوم کلیپ صحبت میکنند. اگر ما بتونیم این کلیپ رو پیدا کنیم. ببینید برادر گرامی احمد آقا ببینید یک کمی دقیق باشید. ما الان کلیپ هایی که جلوی من هست 826 کلیپ تا حالا پخش شده در شبکه. شما اگر اسم کلیپ رو نگید من چطور بتونم در بین 800 تا کلیپ رو پیدا بکنم؟ ببینید این کلیپ ها من دقیقاً توی شبکه دیدم، شبکه ولایتم کامل این کلیپ ها پخش کرد. بحث در رابطه با حاجی آقا ابوالقاسمی هست، استاد شبکه ولایت هست، به خوبی هم میشناسید، باهاش مناظره کردی، در 2 جلسه مناظره داشتی در رابطه با بحث خلافت و امامت. نه من با ایشون مناظره نداشتم. شما حتما اینجا خلط مبحث کردید. آقای احمد آقا من الحمدلله ارگز با ایشون هم صحبت نشدم و اصلا باش مناظرم نداشتم. آقا مناظره داشتی شما 2 جلسه هم مناظره داشتی، 2 جلسه 90 دقیقه‌ای. احمد آقا ایشون با کسی که شبیه اسم من هست به نام برادر خالد انصاری با ایشون مناظره داشته، با من نداشته. شما اشتباه گرفتید. استاد عزیز یعنی میگید شما نبودین؟ احمد آقا من میگم استاد خالد انصاری در شبکه وصال فارسی که فعلا اسمش توحید هست، در اون شبکه با آخوند ابوالقاسمی چندین جلسه مناظره داشتن. من هرگز هم صحبت نشدم با ابوالقاسمی. همه بینندگانم اینجا شاهد است. خب پس یعنی شما نبود. من از طرف شما معذرت میخوام از بیننده. بفرمایید اگر صحبت دیگری هم دارید. صحبت دیگه هم داشتم اینه که ببینید هر گردونی هر کسی هم برای مذهب و منطق خودش یه استدلالی داره. درست. شما میگید آقا امامت رو در قرآن ثابت کن. امامت بحث امامت رو دارم میگم، نه امامت شیعه وا. درست. آیه 124 سوره بقره انی جاعل للناس اماما. دوست دارید چند دقیقه در رابطه با آیه صحبت بکنیم که بیننده‌های عزیزم لذت ببرن؟ آیه چندم؟ 124 سوره بقره. الان اینجا خدمت 124 سوره بقره. بفرمایید. شما از این آیه بفرمایید. الان از این آیه شما ثابت بکنید امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو. بفرمایید. نه امامت علی نه، بحث کلی امامت من میخوام مطرح بکنم، چون اگر امامت علی اومد اون جنبش جدا. من میخوام بگم خداوند بعد از آزمایش‌های الهی که حضرت ابراهیم مورد آزمایش‌ها و امتحان‌های الهی قرار گرفتند، بله، این بزرگوار را به عنوان امام و پیشوای امت خودش قرار داد. طبق نظر این آیه هم آیه تکوینی هست که به صورت تکوینی مطرح شده. تا اینجای قضیه هر موقع من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید که خدا نکرده سوء تفاهم برای کسی پیش نیاد. نه قضیه تکوینی نیست. اگر قضیه تکوینی می بود باید که سیدنا ابراهیم علیه السلام تکویناً باید امام می بود. پس ایشون بعداً به خاطر اینکه مورد ابتلا قرار گرفت منصب امامت را کسب کرد. درود بر شما. منصب امامت کسب. خب آخر آیه هست لا ینال عهد الظالمین. لا ینال. امامت یک عهد الهی هست یا نه؟ بله. بحث امامت یک عهد الهی هست که به حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شده یا نه؟ بله. شده عذر میخوام. بله. بفرمایید احمد آقا. میخواستم بگم در این آیه امامت یک عهد الهی هست یا نه؟ در این آیه نمیخواد امامت من شیعه را در قرآن اثبات بکنی، بحث کلی امامت ما میخوایم مطرح بکنیم. بحث کلی امامت ما
هیچ مشکلی نداریم با بحث کلی امامت. همه انبیا امام بودن، همه دعوتگران امام بودن، همه صالحین امام بودن. ما با بحث کلی امامت هیچ مشکلی نداریم. اما به عنوان این که امامت یک منصب الهی با نص قرآنی بعد از ختم نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام 12 تعیین شده باشه، مورد خلاف ما در اینجاست. یعنی من احمد آقا احساس میکنم که ما داریم خلط موضوع میکنیم. قضیه امامت یعنی این جزء اعتقادات همه مسلمان ها است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام انبیا هستند. سیدنا ابراهیم علیه السلام امام بودن. این امامت ملازم هست با همون نبوتی که هر پیامبری داره. اما این آیه میخواد یک چیز دیگری رو بگه. ببین هر پیامبری برای یک قوم خاصی فرستاده میشد. سیدنا ابراهیم علیه السلام برای همه بشریت پیامبر فرستاده شده بود یا برای یک قوم خاصی؟ البته که برای همه بشریت بود، منتها به قوم خاصی مثلا خطاب میشد. به قوم خاصی فرستاده شده بود، برای همه بشریت نبود. یعنی خطاب ابراهیم علیه السلام، خطاب موسی علیه السلام، خطاب عیسی علیه السلام به یک اقوام خاصی بود. خطاب نوح علیه السلام، خطاب لوط علیه السلام، تنها خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای همه جهانیان است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای همه جهانیان است. اما در اینجا الله سبحانه و تعالی بعد از امتحان هایی که از سیدنا ابراهیم علیه السلام گرفت، دعای ایشون رو که شنید که از الله سبحانه و تعالی اینو میخواد که ایشون رو امام قرار بده. برای چی؟ للناس، برای همه مردم ها. میبینیم که از نسل ابراهیم علیه السلام پیامبران بزرگی که برای امتهای مختلف فرستاده شدند، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امروز ابراهیم علیه السلام امام است برای یهودی، برای نصرانی، مسیحی، برای مسلمان، همه ادیان بزرگی که امروز در دنیا هست. فضل رو بر کی میدونن؟ بر ابوالانبیا، پدر پیامبران. پدر پیامبران به حضرت ابراهیم علیه السلام به خاطر چی میگن؟ چون که همه این پیامبرانی که ادیان بزرگ سماوی رو برای ما آوردن، کتاب‌های بزرگ آسمانی رو به ما رساندن، برمیگردن به نسل سیدنا ابراهیم علیه السلام. من الان از شما احمد آقا این آیه چه ربطی داره به امامت 12 امامی که شما بهش اعتقاد دارید؟ سوال خوب پرسید. سوال این هست که خداوند در این آیه که لا ینال عهد الظالمین از آخر شروع می‌کنیم، میگه عهد من به ظالمین نمیرسه. پس به این نتیجه میرسیم که امامت یک عهد الهی هست. بعد از مقام نبوت منصب امامت به حضرت ابراهیم علیه السلام ابلاغ شد از جانب خداوند. من میخوام به این نتیجه برسم به صورت منطقی که پس به این نتیجه میرسیم که نه تنها امامت بالاتر، امامت منصب نیست. امامت منصب نیست، لطفاً تعدیل بکنید. امامت یک فضیلت است. امام المتقین هم داریم در قرآن کریم، آیات متعدد هم داریم در مثلا در رابطه با موضوعات مختلف. من اینا رو بررسی کردم. احمد آقا میخوام زیاد حاشیه نریم، فلسفه هم نگیم. شما گفتید که امامت منصبی است بالاتر از نبوت که به ابراهیم علیه السلام نصب شد. من رو کلمه منصب با شما اختلاف دارم. همینجا جلوی بینندگان از جناب احمد آقا خواهش میکنم که منصب امامت رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرآن کریم ثابت کنید. بفرمایید. شما ادعا میکنید که رسول پیامبر امام بود، ما که قبول داریم. ما ادعای منصب نکردیم. ما نگفتیم که امامت منصب است. منصب نبوت بالاتر از امامت است. منصب نبوت در بالاترین درجه قرار داره. اینجا سیدنا ابراهیم علیه السلام طلب منصب نکرد. اگر طلب منصب کرد و شما ادعا میکنید که منصب امامت بالاتر از نبوت است، پس بیایید از قرآن کریم، احمد آقا برادر عزیز، بیایید از قرآن کریم منصب امامت رو برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت کنید. بسم الله. شما دارید حاشیه میدید. اول این آیه رو ثابت بکن، بعد منصب حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه هم بهش میره.
آقای محترم، شما گفتید که منصب امامت بالاتر از نبوت هست. من اعتراض کردم، گفتم شما منصب این حرفتون توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در کجای قرآن گفته که محمد مصطفی بعد از منصب رسالت و نبوت به منصب امامت رسید؟ در کجای قرآن گفته؟ اگر ببینید من دارم دقیقاً مبحثی رو دارم بیان میکنم که توی این مبحث شما حاشیه رفتید، زدین به پیامبر. من میخوام بگم آقا بحث کلامی هم در این هست که امامت یک عهد احمد آقا امامت منصب است. شما فرمودید که امامت منصب الهی است که بعد از نبوت به ابراهیم علیه السلام رسید. فرمودید اینو یا نه؟ بله من فرمودم. خب همین منصب امامت رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرآن ثابت کنید. اول منصب ابراهیم ثابت بشه تو این آیه. ثابت شد. قبول کردید. بفرمایید منصب رسول الله رو هم ثابت کنید. بحث من سر این هست برادر، منصب پیامبر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه یک امر اثبات شده هست که طبق روایات و کدوم روایات؟ تماس ایشون قطع شد. احمد جان ایشون که اگر زنگ زدن بدون نوبت وصلشون بکن. احمد آقا از اصفهان تماسشون قطع شد. امیدوارم که دوباره زنگ بزنن، شاید چارجشون تمام شده باشه تا ادامه صحبت هاشون رو بشنویم. ایشون فرمودن و شما بینندگان شنیدید که گفتن که منصب امامت بعد از نبوت به ابراهیم علیه السلام داده شد، به همین دلیل منصب امامت بالاتر از نبوت است. گرچه از حرفشون برگشتن، ولیکن سوال من از ایشون این است، یک سوال منطقی است که به خاطر اینکه بحث حاشیه نره، امامت رسول الله صلی الله علیه و سلم را از قرآن برای ما ثابت بکنن که ایشون بعد از اینکه به منصب نبوت و رسالت از طرف الله سبحانه و تعالی رسیدن، به ایشون منصب امامت هم داده شد.